برای درست کردن خمیر، شکر، مایه خمیر، شیر خشک قندادی، شیر ولرم و نمک رو داخل ظرف بریزید و با هم مخلوط کنید. حالا کل آب رو اضافه کنید و کمی مخلوط کنید. با احتیاط کم کم و به تدریج آب ولرم رو اضافه کنید تا مواد حالت خمیری و انسجام رو بگیره. تا جایی که امکان داره با قاشق مواد رو به خورد هم بدید. خمیر تقریبا چسبنده‌ای به دست میاد. به هیچ عنوان آرد اضافه نکنید. حالا کره رو اضافه کنید و مطابق فیلم کره رو به خورد خمیر بدید. به هیچ عنوان به خمیر چنگ نزنید. برای راحتی کار کف دست و سطح کارتون رو کمی چرب کنید و خمیر رو ورز بدید و بعد مطابق فیلم یک چانه بزرگ بگیرید و در ظرف چرب شده قرار بدید تا کاملا خمیر حجیم بشه. اینجا خمیر استراحتش رو کرده و حجیم شده. پف خمیر رو بگیرید و از ظرف خارج کنید. مطابق فیلم یک چانه بزرگ بگیرید. روی میز کارتون رو کمی آرتاشی کنید. ابتدا با دست خمیر رو کمی باز کنید و بعد با وردنه خمیر رو به صورت مستطیل باز کنید به طوری که عرض خمیر به اندازه طول قالب باشه. از عرض شروع به رول کردن کنید. بعد از هر بار رول کردن کاملا درز خمیر رو بگیرید. خیلی مهمه که درز خمیر هر بار کاملا گرفته بشه. حالا خمیر رو داخل قالب بذارید به طوری که درز خمیر به زیر قرار بگیره. نگاه کنید. خمیر رو مرتب کنید و آب فراوان اسپری کنید و در دمای محیط استراحت بدید تا خمیر به نزدیکی لبه قالب برسه. بعد از استراحت در قالب رو بذارید و در فر قرار بدید تا کاملا بپزه. بعد از پخت کامل و خارج شدن از فر سریعا در قالب رو بردارید و نان رو از قالب جدا کنید. روش یک پارچه تمیز بیاندازید و اجازه بدید تا کاملا خنک بشه. بعد از خنک شدن به اندازه های دلخواه برش بزنید و برای مدت طولانی میتونید بسته بندی کنید و در فریزر نگهداری کنید.